یکی از سوالاتی که به کرات از مدرسین زبان انگلیسی پرسیده میشه اینه که ما کی دیگه زبان انگلیسی رو کامل فول میشیم، توی چند ترم میتونیم یاد بگیریم و تمومش کنیم. عزیزم توی یه جمله زبان انگلیسی کلا هیچ زبانی، انگلیسی و فارسی و فرانسوی هم نداره، هیچ زبانی تمومی نداره. به خاطر اینکه هر دفعه یه واژه بهش اضافه میشه، یه واژه ازش کم میشه، یه ساختار بهش اضافه میشه، یه ساختار ازش کم میشه. اصلا ما زبان فارسی رو چند ساله داریم صحبت میکنیم. خب هر چقدر که سنت هست، اصلا من میگم تو 2 سالگی زبان باز کردی، خب منهای 2 بکنی همونقدر تو درگیر اون زبانه بودی، داری صحبت میکنی، میشنوی، میخونی، مینویسی. آیا زبان فارسی کامل بلدی؟ یعنی اگه شاهنامه بذارن جلوت کامل میتونی بخونی، حافظ بذارن جلوت روان میتونی بخونی و بفهمی که چی داره میگه؟ خیر. پس برای زبان انگلیسی هم همین ویژگی صدق میکنه. حرف یه سری آدمایی که واقعا نمیدونن اسمشون رو چی بذارن، باور نکنید که میان میگن پکیج ما رو بخری، توی 60 روز، توی 30 روز، توی 5 سال، توی 7 دقیقه زندگیت از این رو به اون رو میشه، تو میشی ملکه انگلیس.